29 تا فارم. من دیگه تمام سعیمو کردم، واقعا نمیشه صفر نگه داشت. بعضی موقع تو لین فایت انجام میشه و تو ناخواسته فارما رو میگیری، بعضی موقع میس میدی فارما رو میگیری. واقعا یه چیز نشدنیه اینکه بخوای فارماتو صفر نگه داری، ولی خب خوب انجامش دادی. عزیزان من، امروز یه تصمیم احمقانه ولی باحال گرفتم. امروز میخوام بدون فارم ببینم میتونم یه بازی رو وین کنم یا نه. ببینم مثلا با کیل، فقط با کیل میشه یه بازی رو وین کرد. خواهیم دید دوستان. امروز میریم که اینو ببینیم واقعا جواب هست یا نه. مثلا این رونزو بگیرم که کونم پاره نشه بعدش. چه چمپایی افتاد الا جلومون. یه دوتا چمپ آرومتری، یه چیز عادی تری میافتاد. یکی از یارهای قدیمی آقای اسلپی هم اینجاست که میکروفونش بسته است، نمیتونه حرف بزنه. اکانت خودم هم متاسفانه طی یک ترور ریزی که کردم بند شد. امروز اصلا میخواستم رنگ بزنم. من از دل من رفته بیرون به خدا. خب خانم مل، شما داری منو اذیت میکنی. وای اینگه نمیتونم فارم کنم، خیلی عجیبه. اصلا عادت ندارم فارما رو نگاه دونه دونه داره از جلو میره. من لول 2 میشم، لول اپ میشیم اگه تو میتونیم ایکس پی رو بگیریم. ولی خب میدونی چیز عجیبی که هست اینه که واقعا سخته. لول 2 شم کشتمش. از دل من رفته بیرون به خدا، تو رو نمیپرستم. فلش چرا زدم آخه من؟ 0 تا فارم داریم. چه داریوس بکنم داریوس قراره این چالشه رو بره. داریوس 0 تا فارم داره. مل خیلی پر رو بازی در میاری مل. همین که بریم دنباله چی پریده دو گلو؟ پریده دو گلو. وای دبلیو رو نگاه کن. ببین میگم ریوت باگه. الان من باید هیل میشدم دیگه. چرا پاگنه رفت تو کول داون؟ اگه میری تو کول داون هیلش هم بده. ریوت زارت که میگم به خاطر این میگم دوستان. بابا یه دونه غلط کردم، من یه پسته خوردم پوستش تو حلق ما گیری کرده. بزن استانتو بزن، انتر دبلیو تم بزن. خب حالا اومدی خودت با پای خودت تو چون خودت. آره بکری الکیه. 2 تا فارمو من نگرفتم آقایون. اون 2 تا فارمی که اونجا میبینید و من نگرفتم. اون 2 تا فارم همینجوری خودش به صورت عشقی اومده. از دل من رفته بیرون به خدا، ملو نمی پرستم. لا 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 لای 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 لا لا لای لای لای. دبلیو بزن مل جون. دبلیو تو زدی مل جون، رفتی تو چون. ما پوش که میتونیم بدیم، میدونید فارم نمی کنم، پوش که میتونم بدم. چقدر سخته وای خدا. فارم کردن خیلی سخته. اون یه دونه با من نبوده. اون یه دونه رو دیگه خودتون به بزرگی خودتون ببخشید. من برم اینجا ببینم میتونم. چرا پینگ منو نگاه کن تو رو خدا. تو این ایران جمعه هم نمیشه بازی کرد به خدا. پنجشنبه جمعه هم حرومه بازی. حروم. این هنوز لول 6 نیست. ایشم که زد. وای میمیریم ما الان. من کیو رو ول بده مردم. نباید میرفتم زیر تابه. اینجا بینم. اوه خدا. آها ایول. یعنی من پرام ریخته بود و جونش دون حد شد. وای 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 فارم نه. آقا من تا جایی که میشه فقط دارم پوش میدم، فارم نمی کنم به خدا. اصلا بدون فارم کردن نمیشه پوش داد. خب وارویک حالت چطوره وارویک؟ ای ریدم تو دهن بلبس. یه دبلیوی فکر کنم بشه بهش زد اگه استان نکنه. ایول اش. Thank you Ash.
بابا بی خیال وارویک آرو بده حداقل. اصلا به من خوشحالی نمیومد بابا، تا یه ذره میام خوشحالی کنم ان میشه دوش میره ان. حیف که آر ندارم. آر وارویک اگه داشتم الان این مرده بود. بیا که گرفتمت، بیا که گرفتمت. ولی فکر نمی کردم جواب بده. من احساس میکردم که مثلا لولمون کمتر چیز شه بالا بره. ولی خوبه داریم تقریبا همسط یارو میریم بالا. خب اینم از این. او وارویک هلو، بیا کمک بلوس. سلام بلوس. تا حالا کسی همچین کمکی بهت داده بود؟ فکر نمی کنم. اسلو آخ مردی بلوس. وارویک کجاست؟ وارویک جانویک بیشتر میگفته وارویک. اوه پدر سوخته اینجا چی کار میکردی؟ بیا آها میدونستم کی رو میگیری میای. بای اصلا خیلی قابل پیش بینی بود. بوم بیچ. وارویکا اکثرا میخوان کیو رو نگه دارن دیگه رو چمپایی که میتونن فرار کنن. پس با این حساب ما میریم سمت زیر تاور. حالا فلش داشتم قشنگ میبردمش وسط زیر تاور. بزن که وارویک اومد. اوه چه جرأتی داری که دیدید؟ دست قبلم همینجوری شده بود. چند روز پیش زدم مل جلوم بود. اصلا با سیلاس نمیشه ای کرد به مل انگار. یه کیو بخور مردی. بوم. بچه دیدید اون دستم اینجوری شده بود؟ اصلا انگار ملو نمیشه گرفت یه جورایی با ای سیلاس. یه ذره باگ اون دامنش. آی مل اومد. اینو بید من حداقل. چه ریسکی. دبلیو داری؟ وای نزد دبلیو شو. من که ریدم. بزن آرتو بزن. تو سرم کنن. دبلیوش دیگه خیلی طولانی میمونه. کاش مثل سویر یا ناک بود دبلیوش. همین که یه لولو میخورد دیگه تمام میشد میرفت. دبلیوش حتی 3 تا لول هم دش میکنه. خیلی مسخره است. آره لئونا هم بد نیست. بگیریم. باش میشه کیتلین رو زد. ای بابا من زودتر از تو ای زدم. نگاه کن. بیا اینجا تو. همه چیمونو به خاطر یه چمپ چوسکی زدیم. جالبیش اینجاست من همه لولم بیشتره بدون اینکه فارم کرده باشم. بوم. بیا اینجا بینم. باز من این اشتباهو کردم. همه لولامو زدم پشت سرم. من باید وایسم دبلیوشو بزنه بعد وارویک مرد. اون اسلوه کیتو که نمیشه گرفتش متاسفانه مگر اینکه یک کیو درستایی بخوره بهش آر بزنم. آرش به درد نمیخوره. سریعتر بزنیم بره آرو. آره درستایی بگیم. تیرین دامر داره از پشتمون میاد. چی کار میکنی داداش؟ احمق اصلا ندید یارو 2 ساعته داره میزنتش. عجب اولاغی بود. چالش فیوین بدون فارم داره عملی میشه. اکس بیار بده. اوه دین
میمیری یا نمیری کشتمت. اوه یه ذره اونورتر بود کیتلین رو میکشتمش. انترگم شو اونور دیگه. میاد تو دهن آدم. وارویکو به نظرم کیوشو یه ذره نرف کنن خیلی بهتر میشه. این که دنبال فلش هم حتی میاد یه ذره مسخره است. بای بای وارویک، دومین باره که اینجوری هم میشی. اوه مردی داشت ولی وارویک نکشتت. الان فکر کنم سکته بزنه وارویک. بیاد بریم سولو بگیریم دیگه. چی کار میکنید بابا؟ اسمایت نداره حاجی این وارویکه. وای پسر، همون لحظه همه دیگه به دریگ اتک ندادن. سلام عزیزان دل. وارویک وای ای وای بر من. وارویک مرد. مرسی از آر اش. تیریندام لو اچ پی الان از ترس ما فقط داره راه میره تا بیس. XP. آها تیریندام جس. کنونا رو وای چه لول 17 ای شدیم یه دفعه ای. فارم نمیکرد لول 17 نمیشدیم. اوه دیم این میخواد بپره. آرو بزن آرو بزن آرو بزن. آره خودشو نمیشه گرفت. داره به ندرت میرسه به همون. حالا احتمالا آرو بزنه. کلن دنبال Oh no Warwick. Oh damn Warwick you fucked up. ای خدایا خیلی خنده دار بود. خب من اومدم زود بکشمش که اون ساپورتر احمقمونو نکشه که متاسفانه فلشم هم باز کارساز نبود. بله فلیمای کمیاب آقای اسلپی یار عزیزمون رو مشاهده میکنیم که بیا اینجا. این اصلا نرسید آر بزنه. 29 تا فارم. من دیگه تمام سعیمو کردم. واقعا نمیشه صفر نگه داشت. بعضی موقع تو لین فایت انجام میشه و تو ناخواسته فارما رو میگیری. بعضی موقع میس میدی فارما رو میگیری. واقعا یه چیز نشدنیه اینکه بخوای فارماتو صفر نگه داری. ولی خب خوب انجامش دادیم. بیا الان نگاه کن. الان دیگه جدیدن ایام هم انقدر قوی شده که کلوف شد هر سه طرفشون. بابا وارویک چقدر تو آر داری همش. هیچ ابیلیتی هیسی نداره. زرد و زرد آر میزنه. آخه وارویکو آر نداره. فلش ولی داره. تیریندام آر داره. وارویکو فقط دنبال لو اچ پی هست. جونم آقای بلوس. خانوم البته بلوس. چه دریگای مسخره این دست داشتیم. فقط از این آتاشقالا. سولمون هم همین آشغاله. آقا تمام جیجی. امیدوارم که عشق کرده باشید دیگه.